دوستان عزیز سلام. در ادامه مجموعه آموزش‌های زبان ترکی استانبولی تو این قسمت می‌پردازیم به آموزش اعداد و نحوه خوندن و نوشتن اعداد توی زبان ترکی. خب همونطور که می‌بینید این بالا نوشته سایلار که به معنی همون اعداده و در واقع سایه به معنی عدده و اینی که اینجا می‌بینید لار که همون ها هستش، یعنی پسوند جمع هستش. سایلار به معنی اعداده. خب اینجا هم نوشته راکاملاره öğrenelim. راکام هم به معنی رقمه، همون رقم خودمونه، یعنی همون اعداد رو یاد بگیریم. خب این جدولی که اینجا میبینید این رو اگر که یاد بگیرید و حفظ کنید میتونید که نحوه خوندن هر عددی رو، هر چند رقم داشته باشه، به راحتی یاد بگیرید و هر عددی رو بخونید. خب تو این ستون اول، تو این ستون اعداد رو از 0 تا 1 نوشته که شروع میکنیم به تکرار. خب اولین عدد ما 0 که توی ترکی صفر تلفظ میشه. صفر به معنی 0. 1 bir همون 1. 2 دو 2 3 سه 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 همون 10. خب حالا بعد از 10 که حرف 11 میشه. 11 به این صورت تلفظ میشه که اون بیر. اون همون 10 بود، بیر هم همون 1. 11 میشه اون بیر. 12 میشه اون 2. 13 هم میشه اون 3. اون 4. اون 4 همون 14. 15 میشه اون 5. اون 6. اون 7. اون 8 همون میشه 18. اون 9. خب اون 9 یعنی 19. در واقع از 11 تا 19 همون اولشو اون، بعد همون یعنی 10 و بعدش 1 تا 9 رو میذاریم. بعدش 20. 20 که میشه 20 همون 20. خب 21 دقیقا مثل الگوی قبل 21 یعنی 20 20 bir هم 1 21 22 همینجوری تا 29. 30 هم میشه 30 30 معنی 30. 40 معنی 40. 50 50. 60 60. 70 یعنی 70 70. 80 80 80. 90 میشه 90. خب اینا رو باید یاد بگیرید، حفظ کنید، از 20 تا 90 و از 1 تا 10. خب بعدش میرسیم به مثلا الان اینجا میخواید بگید که دقیقاً و در واقع اعداد بین اینا هم همون الگوی مثل
11 تا 19 رو داره. مثلا میخوایم بگیم که 85 85 85 یعنی 80 و 5. بعدش میرسیم به 100 که میشه 100. خب و 200 میشه 200. 200 در واقع 200 همون دو اولش یه دو میذاریم 2 یعنی همون 2 100 هم همون 100. 300 هم میشه اولش یه 3 یعنی 300 یعنی همون 300 تا میره تا آخر. مثلا 500 میشه 500 اولش 5 بعدش 100 و بین اینا دقیقاً مثل همون الگوی قبل مثلا 101 رو میگیم 101 100 و 1 دقیقاً همون جوری که خونده میشن رو در واقع اعدادش رو اگه کنار هم بذاریم میتونیم تلفظ کنیم. مثلا اگر که بخوایم 501 رو اینجا بخونیم میگیم 501 یا مثلا اگر که مثلا بخوایم بگیم که 525 500 500 میشه 500 25 20 میشه 20 و 5 میشه 5 525. خب حالا توی همین جلوتر که بریم چند تا مثال میارم که خیلی راحت بتونید اینا رو بخونید. خب پس اینا رو باید حفظ کنید، یعنی از 0 تا 10 و از در واقع این 20 تا 90 رو 20-30 اینا رو و 100 رو که 100 میشه بقیهش و 1000. خب 1000 همون میشه 1000 یعنی 1000 و 2000 هم مثل الگوی قبل 2000. خب مثلا اینجا میخوایم بگیم 1010 1010 1010 2003 2003 2003 اول 2000 رو میگیم بعد 3 رو. 10000 خب 10000 میشه 10 رو میگیم بعد 1000 1000. 100000 میشه 100000. خب میلیون هم میشه 1 میلیون 1 میلیون میشه 1 میلیون. 3 میلیون میشه 3 میلیون. 10 میلیون هم میشه 10 میلیون 10 میلیون. 100 میلیون 100 میلیون. خب و 1 میلیارد میشه 1 میلیارد 1 میلیارد همچه 100 1 میلیارد. خب اگر که این در واقع این جدول رو یاد بگیرید میتونید تمام به راحتی اعداد رو یاد بگیرید. خب بریم جلوتر. خب اینجا من چند تا مثال آوردم که اینا رو با هم میخونیم و کاملا دستتون میاد که نحوه خوندن حروف چجوریه. خب مثلا اول از 14 شروع کردم. 14 که میشه 14 14 در واقع میشه 10 همون 10 به اضافه 4 یعنی 4. خب بعد 76 70 میشد 70 70 6 اینجا اشتباه نوشتم، باید می نوشتم
6 نوشتم 75. خب 76. 14 76. این باید بشه، این 5 باید بشه 6. خب 258 رو خب 258 رو میگیم دقیقا همون جوری که توی فارسی تلفظ میکنیم. خب غیر از حالا 10 در واقع 11 تا 19 که اولش میگیم 11، یعنی اول اون رقم یکان رو میگیم بعد دهقان رو. خب ولی توی ترکی مثلا اینجا میبینید که اول اون یعنی دهقان رو میگیم اون دört، بعدش اون رقم یکان رو. در واقع غیر از 11 تا 19 بقیهش رو همون جوری که میخونیم رو، همون جوری که توی فارسی میخونیم دقیقا تبدیل میکنیم به ترکی. مثلا 76 70 رو اول میگیم 70، 6 رو میگیم 6 76. 258 خب 200 همون 200 50 50 8 258. خب 7813 7000 7800 میشه 800. 13 میشه 13 یعنی 7813. خب 25412 25000 میشه 25000 412 412 400 میشه 400 12 میشه 12. خب 125793 125000 میشه 125000 125000 125000 793 یعنی 793. خب این میشه 2,547,810. 2 میلیون و 2 میلیون 547,547. 2,547,547. خب 810 810. خب این میشه مثلا 5 میلیارد و 241 میلیون و 874,125. 5 milyar هم 5 milyar 241 milyon 241 milyon 241 milyon 847,000 میشه 874,000 874,125. 125 دقیقا میبینید که همونجوری که میخونیم رو تبدیل میکنیم به ترکی. خب غیر از 11 تا 19 که توی فارسی میگیم مثلا 12، ولی اینجا میگیم 12. 12 رو میگیم 12. 13 رو دیگه اول 3 رو نمیگیم 3 میگیم 13. اول در واقع اون رو میگیم بعدش. ولی دیگه بقیه ارقام رو میبینی که دقیقا همون جوری که توی فارسی میخونیم رو توی ترکی هم دقیقا عیناً همون شکل میخونیم. خب این رو نوشته اشلیلیم، یعنی جور کنیم. یه چند تا عدده که اینا رو هم میتونیم با هم جور کنیم. مثلا این بالا اولش عدد اول نوشته 7 که میشه همون 7. خب بعدش 16 که میشه 16 دقیقا اینه. خب 88 میشه 88 اینه 88. خب
بعدش 120 که میشه 100 میشه 100 20 میشه 20 100 20 میشه این میشه. بعد 356 که میشه 356 356 356 1598 1000 1000 598 1598 1998 1998 میشه 1998 میشه 2002. خب 2000 میشه 2002 دو هم میشه 2 2002 ببخشید این نیست 2000 بهش آره 2000 بهش 5500 بشبین. خب بشبین بشوی 5500 میشه. خب اینجا یه نحوه خوندن تلفن هاست. Telefonları söyleyelim. Söyleyelim همون گفتنه، فعل گفتنه که بعداً توی آموزش های بعدی یاد خواهیم گرفت. تلفنلار هم همون تلفن هاست. خب اینجا مثلا اینو نحوه خوندنش به این شکله 468 خب میشه 468 468 70 که میشه 70 63 میشه 63 خب یه نمونه دیگه هم که با کد مثلا ترکیه یه تلفن ثابت 2090 میشه 2090 2090 312 میشه 312 312 496 496 496 میشه 496 و 02 میشه 02 02 به اضافه 47 02 به اضافه 47 که میشه 47 02 47 2090 312 496 02 47 نحوه خوندن تلفن. خب آموزش مربوط به اعداد رو اینجا تموم میکنیم. شما با تمرین و یاد گرفتن این مطالبی که اینجا گفته شد مخصوصا مطالبی که در واقع اون اعدادی که و الگوهایی که تو این جدول هستش میتونید خیلی راحت هر حرفی رو بتونید بخونید توی ترکی و تلفن ها رو تاریخ رو به راحتی بیان کنید. خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید.